هیچ کس نمی داند آغاز کجا بود. شاید از آن لحظه‌ای که لیان، پسری با چشمان نیمه بسته، در جنگلی که هیچگاه پیشتر ندیده بود، میان سایه ها و روشنایی ها سرگردان شد. یا شاید از خوابی که هر شب می دید، دریاچه‌ای بی انتها، نوزادی که به آرامی در آب فرو می رود و نگاهی که به دنبال او تا بی نهایت کشیده می شود. و درست همان لحظه که می‌خواهد دستش را به حقیقت برساند، همه چیز چون موجی محو می‌شود. یا شاید از چین و چروک‌های صورت مردی دلیر که حکایت از روزهایی داشت که بی پایان جنگیده بود و اینک صدای گام‌های او در این سکوت مانند بانگ ناقوسی بود که زمان را می‌شکافت. هرچه که بود پسرک می‌دانست اینها خواب و رویا نیستند. آنها زمزمه هایی بودند از گذشته‌ای که به دست فراموشی سپرده شده بود و آینده‌ای که هنوز از راه نرسیده بود. هوا بوی باران گرفته بود، بوی خاکی که تشنه قطرات آسمانی بود. باد در میان شاخه‌های کهن‌ترین درختان جنگل می‌پیچید. زمزمه‌های قدیمی که گویی حافظه هزاران سال را در خود داشت. تاریکی شب هاله‌ای اسرارآمیز بر جنگل آرتاشیر گسترده بود. لیان نفس عمیقی کشید. انگار اینجا را از جایی از گذشته می شناخت. اما او هرگز به این جنگل نیامده بود. یا شاید بخشی از وجودش پیشتر این مکان را زیسته بود. در این جنگل سرنوشت چیزی جز انعکاس این رویا نبود. او حس می کرد که اینجا چیزی انتظارش را می کشد. شاید خواب دریاچه، شاید نجوایی آشنا و شاید هم تنها راهی برای درک این حقیقت مبهم که چرا قلبش انقدر محکم می تپید، چرا دستانش همیشه بدون لرزش تیر را در چله کمان می گذاشتند و چرا چشمانش همواره هدف را در میان هزاران سایه به آنی می یافتند. پسرک تنها چیزی را می دانست که در خوابهایش بارها دیده بود. دریاچه‌ای زلال با موج‌های آرام که گویی به او نزدیک می شدند و به درون خود دعوتش می کردند. او دستان پرقدرت مردی را می دید از جنس سنگ و نور که نوزادی کوچک را با دقت در آب زلال دریاچه فرو می برد. آب شفافتر از هر چیزی بود که تا به حال دیده بود و نوری از اعماق آن می درخشید. نوری که به نظر می رسید از دنیای دیگر به سطح می رسد. او هر بار بی آنکه بداند چرا به دنبال آن نوزاد به درون آب کشیده می شد. احساس می کرد آن نوزاد چیزی بیش از یک کودک است. شاید بخشی از وجود خودش یا رازی که همه عمر به دنبالش بوده است. آب او را در آغوش می کشید، سرد اما آرام بخش و نورهای اعماق دریاچه چون رگه های طلا مسیرش را روشن می کردند. اما درست لحظه‌ای که دستش را به سوی آن نوزاد دراز می کرد، همه چیز محو می شد. نورها کمرنگ می شدند، آب به سایه‌ای تاریک بدل می گشت و او با تپشی در قلب از خواب بر می خاست. و اینک جنگل پیش روی او بود، بی انتها، مرموز و زنده. درختانی که آسمان را پوشانده بودند و تنها روزنه‌های کوچک از میان شاخ و برگ‌ها دیده می‌شدند. چیزی در آن می‌لرزید یا شاید نجوا می‌کرد و هر قدمی که برمی‌داشت حسی عجیب در قلبش جاری می‌شد. گویی که کسی یا چیزی از درونش او را هدایت می‌کند. مثل زمزمه باد در میان برگ‌ها، اما واضح‌تر، اما آشناتر. ناگهان ایستاد. قدمهایش بی اراده به سوی آن صدا کشیده می شدند. نوری از میان انبوه درختان نمایان شد و در میان مه غلیظی معبد مهرا ظاهر گردید. گویی از دل تاریخ قد برافراشته بود. ستونهای عظیم
با حکاکی هایی که داستان قهرمانان کهن را روایت می کردند. معبدی قدیمی ساخته شده از سنگ هایی که خزه ها بر رویشان نقش بسته بودند. ورودی معبد با مجسمه های شکسته احاطه شده بود که گویی نگهبانانی خاموش بودند و در مرکز آن بر سکویی بلند آینه‌ای قرار داشت. قلبش تندتر می‌زد و حس می‌کرد نفس‌هایش در این فضای باستانی معنای دیگری پیدا کردند. دستش را جلو برد، اما پیش از آن که آینه را لمس کند، نوری عجیب از آن برخاست. چشمهایش را بست، اما این بار در پس تاریکی پشت پلکهایش تصاویری روشن و زنده می‌دید. مردی تنومند با چشمانی پر از آرامش، نوزادی را در آغوش گرفته بود و او را در آب زلالی فرو می‌برد. آب مانند آینه‌ای درخشان بود و لیان در آن لحظه دریافت که این نوزاد خودش بوده است. صدای آن مرد در گوشش پیچید، اما نه با کلمات، بلکه با احساسی بی‌بدیل که گویی از اعماق وجود او می آمد. صدایی که از او می خواست نگاهش را به درون آب، به درون آینه و به درون خودش ببرد. او دوباره چشمهایش را باز کرد. معبد هنوز غرق نور بود. صدای نجواها، صداهای بی کلام جنگل و آن احساس درونی که او را هدایت کرده بود حالا دیگر معنایی واضح داشتند. او حس کرد که دیگر تنها نیست و هرگز تنها نبوده است. حس کرد زمین زیر پایش سنگین تر شده است. صدای مادرش، ملایم اما پرطنین، از درون آینه برخاست. فرزندم، همواره در تو تکه‌ای از وجودم زنده است. خاطراتم، امیدهایم و حتی دردهایم. همه در رگ‌های تو جاری‌اند. این هدیه زمان است، هدیه تمام مادرانی که پیش از من زیستند. آنچه که در تو زنده است، میراثی است که هیچگاه از بین نمی‌رود. لیان احساس کرد که چیزی در درونش زنده شده است. نه فقط خاطرات مادرش، بلکه جریانی از زندگی‌هایی که پیش از او آمده بودند، مانند فانوس‌های کوچک از نسل‌های پیشین در او می‌درخشیدند. لحظه‌ای خاطراتی مبهم از نیاکانش در ذهن او جان گرفت. زنی که با دستانی قوی و قلبی بزرگ خانواده‌اش را از گرسنگی نجات داده بود. مادری که در برابر دشمنان ایستاده بود. دختری که میراث دانش و شجاعت را به نسل بعدی منتقل کرده بود و اینک او بود که باید این چرخه را ادامه میداد. و حال صدایی دیگر، سنگین و حکیمانه، از اعماق معبد برخاست. تو تنها نیستی و هرگز تنها نخواهی بود. سرنوشت تو این است که هدایتگر باشی. از سایه ها به سوی نور بیا و برای مردمت ایستادگی کن. این طنین آشنا صدای تیرین بود. آن که او در آغوشش چنین بدرمنش همچو سرو قامت افراشته بود. او آهی کشید. آهی که انگار بار تاریخ بر آن سنگینی می کرد و به زمین خیره شد. دستانش که گویی گواه تمام زخمها و نبردهای گذشته بودند به آرامی لرزیدند. او گفت باید وقتش فرا می رسید. چون دانستن این حقیقت باری سنگین بر دوشت می گذاشت. من تیرین، فرمانده سپاه عظیم فرهمزد، پدر بزرگت، کسی بودم که به خواست دلیرترین زن زمانش، یعنی مادرت، تو را از شعله‌های مرگ رو بودم. مالگرها شبانه قصر را به آتش کشیدند و در آن شب تلخ از میان هزار توهای زیرین قصر تو را در آغوش کشیدم و از میان آتش و خون گریختم. اما اینک که در آستانه نبردی بزرگ ایستاده‌ای، باید بدانی که عشق مادرت، عشقی که تمامی سلولهای وجودت را آکنده از خود ساخته است، بدون هیچ زمان و مکانی همواره زنده است. حال درخشش خورشید بر سینه کوههای دوردست طلاگون شده بود و شب به پایان رسیده بود.
گویی زمان نفسهایش را نگه داشته بود تا حقیقتی که در پس پرده ای از راز باقی مانده است خود را نمایان کند. دوستان سلام، به مادر سبز خوش اومدین. من لاله هستم و این اپیزود دوم مادر سبزه که میشنوید و در فروردین ماه 1404 منتشر میشه. اینجا سر و کار ما با اونایی هستش که تصمیم گرفتن نوزادی رو به خونه‌شون دعوت کنن. اینجا گاهی از داستان‌ها، تجربه‌ها و موضوعات علمی براتون میگیم و گاهی از درد دلای شما و یه موقع‌هایی هم براتون ممکنه کتاب بخونیم و میخوایم یه حال خوب تو خوبترین روزای زندگیتون مهمون دلهاتون باشه. پس با ما همراه باشید. آیا تا به حال احساس کردین بخشی از وجود عزیزانتون در بدن شما زندگی میکنه؟ یا اینکه خاطراتی یا خوابهایی رو به یاد بیارین که هیچ وقت قبلش در اون زمان و مکان نبودین؟ اما چرا این اتفاقا رو اکثر ما تجربه کردیم؟ و اصلاً فکر میکنید چرا این پدیده وجود داره؟ داستانی رو که شنیدین فضای خواب و رویا رو به دنیای واقعی نزدیک میکنه و فکر میکنم یه تجسم شاعرانه از یه حقیقت کاملا علمیه و اینو میرسونه که در طی قرنها تو فرهنگها و قبایل مختلف، افسانه‌های جور و جور، انسان‌ها تونستن با دیدن یه سری نشونه‌هایی به این باور برسن که نهایتاً این وسط‌ها یه چیزایی وجود داره. توی این اپیزود قصد داریم در مورد یه پدیده علمی پیچیده ولی جالب و شنیدنی براتون صحبت کنیم. از اون موضوعایی که دلت میخواد هر جا میشینی در موردش با بقیه حرف بزنی. البته حدس میزنم خیلی کم در موردش شنیده باشین، ولی ما اسمش رو گذاشتیم سلولهای جاودانه. یه یادگاری همیشگی بین مادر و فرزند که تا آخر عمرشون وجود دارن و مثل یه فانوسای کوچیک ولی پرنور برای همیشه می درخشن. برای اینکه یه کمی ساده تر بتونیم این مفهوم کاملا علمی رو براتون توضیح بدیم، این داستان علمی تخیلی رو براتون تعریف کردیم. داستانی از حسهای نادیدنی، صوتهای ناشنیدنی ولی خیلی قوی که گاهی ناخواسته ما رو به سمت خودشون میکشن و به یه دنیای دیگه‌ای پرتاب میکنن. و اینکه چطوری بدن همه ما یه رد پایی رو از نسل‌های گذشته داره و این موضوع چه اثرایی میتونه توی زندگی خود ما و حتی فرزندامون داشته باشه. این فقط یه تئوری علمی نیستش، بلکه رازیه که در سلول‌های خیلی از ما وجود داره. دوستان، به دنیای میکروکایمریزم خوش اومدین. جایی که گذشته در بدن حال جریان داره و آینده شاید بیشتر از اونچه که فکرش رو بکنین در ژن‌هاتون نوشته شده. میکروکایمریزم جاییه که علم و این رمز و رازها با هم تلاقی پیدا کردن. این پدیده در واقع یه جابجایی یا بهتر بگم یه مبادله سلولی هستش بین سلول‌های مادر و جنین و به عکس. در واقع یه سری پیام رسان‌هایی که کمک می‌کنن مادر و فرزند یه نامه‌های نامرئی رو برای همدیگه بفرستن و پلی رو بین نسل‌ها بسازن. فکر می‌کنم بهتر اول در مورد یه سری تعاریف علمی و مکان‌هایی که در اون این پدیده اتفاق میفته براتون صحبت کنیم. همه ما جفت رو به عنوان یه محلی برای رسوندن مواد غذایی و اکسیژن به بدن جنین و یا تصفیه مواد زائد از بدن اون میشناسیم و در موردش زیادم شنیدیم.
ولی میخوام بگم جفت عضو بی‌نظیریه و در واقع یه شاهراهه که انواع سلول ها در اون در حال رفت آمدن و تا اعضای بدن جنین شکل بگیرن و بتونن اون عملکرد خودشون رو داشته باشن، عملکردشون رو در واقع به دست بیارن، از طریق جفت خیلی از سلول ها، خصوصا سلول های ایمنی، به کمک جنین میان. البته این سلولای ایمنی بعد از تولدم از راه یه رودخونه سفید، یعنی به وسیله شیر مادر، وارد بدن نوزاد میشن و میبینیم توی هر مرحله از رشد چطوری قوانین خلقت به کمک این مهمون کوچولو میاد. و شاید اگه بخوایم معادلشو به اصطلاحات امروزی یه کمی ملموس‌تر براتون بگیم، در واقع میکروکایمریسم مثل این میمونه که مادرتون موقع بارداری یه USB پر از سلول‌های خودشو به بدن شما وصل کرده که توی اون کلی فایل مهم هست، از سلولای ایمنی، سلولای بنیادی و یه عالمه عشق مادرانه. این نشون میده ما فقط یه مجموعه از ژن‌های خودمون نیستیم. ما یه کتابخونه زنده از سلول‌های اجدادمون هستیم و میکروکایمریسم به ما میگه که هیچ کس واقعاً تنها نیست و حتی در سلول‌هامون آوای قلب مادرامون قابل شنیدنه. حالا اگه موافق باشین یه کمی در مورد تاریخچه کشف این پدیده، معنی لغوی اون و اینکه از کی شروع شد این تحقیقات در مورد این پدیده براتون یه کمی صحبت کنم. توی اسطوره شناسی یونان کلمه کایمرا به معنی یه موجود عجیب غریبه که از ترکیب در واقع اعضای چند تا حیوان به وجود اومده. یه بدنی از شیر، سری از بز و یه دم که از بدن مار هستش و به عنوان یه نمادی از یک ترکیب غیر عادی و عجیب در نظر گرفته میشه. و بعدها اومدن تو علم زیست شناسی با الهام از این اسم پدیده میکروکایمریسم رو نامگذاری کردن و برای توصیف هر جانداری استفاده میشه که از نظر ژنتیکی سلول‌های متفاوتی تو اون وجود داره، یا بهتر بگم یه مقدار کمی حتی از سلول‌های یه فردی تو بدن فرد دیگه باقی میمونه و برای سالها عملکرد خودش رو داره و زنده میمونه که با نمونه‌های ملموسش غیر از مادر و جنین توی پیوند عضو یا انتقال خون کاملاً ما آشنا هستیم. اولین نشونه‌های میکروکایمریسم بین سالهای 1970 تا 1990 وقتی کشف شد. جالبه که دانشمندا دیدن تو بدن بعضی از خانم‌ها کروموزوم ایگرگ وجود داره، در حالی که از نظر ژنتیکی اونا باید فقط کروموزوم ایکس داشته باشن و تحقیقات بعدی نشون داد این کروموزومای ایگرگ مربوط به فرزندان پسر این مادرها بودند و همین باعث شد که بخوان بیشتر روی این پدیده کار کنن. البته شایدم چون جدیداً خب ابزارهای زیادی برای پیدا کردن این سلول ها اختراع شده، خب طبعاً کار رو راحت تر کرده بود، ولی هرچی پیش می رفتن اون اهمیت یا بهتر بگم کاربرد این پدیده بیشتر خودش رو نشون میداد. آیا شما حتی فکرش هم میکنین که بالای 60% زنا سلولای فرزند پسرشون رو تا 30 سال بعد از زایمان تو مغز و استخوانشون دارن و این سلولا گاهی مثل یه پزشک کوچولو، مثل یه مرهم به درمان اون قسمت‌های آسیب دیده بدن مادر، به ترمیم بافت‌های آسیب دیده مادر کمک میکنن و یا از اونا محافظت میکنن و برعکس سلول‌های مادر در بدن کودک. انگار مادر یه پگ هدیه رو از سلولای ایمنی به بدن فرزندش فرستاده باشه که موقع لزوم از اونا استفاده بشه، که این پگ در واقع هدیه برای ترمیم بافتا، رشد اندامها و تقویت سیستم ایمنی
خصوصاً تو ماه‌های اول تولد واقعاً معجزه میکنن. شاید همتون شنیده باشین که نوزاد تو ماه‌های اول تولدش به خیلی از واکسن‌ها اصلاً نیاز نداره. حتی بعضی از بیماری‌های بومی و خطرناک روی نوزاد اثر ندارن، چون سلول‌های ایمنی مادر مثل سربازای خط اول جبهه از نوزاد محافظت میکنن. و در واقع سلول‌های ایمنی مادر مثل یه جعبه کمک‌های اولیه ژنتیکی توی بدن فرزندشون همیشه باقی میمونه. ولی خب با تمام این تفاصیل که براتون تعریف کردم، یه جاهایی چالش‌هایی هم وجود داره. مثلا بعضی از بیماری‌های خود ایمن که به خاطر این انتقال سلولی ممکنه به وجود بیان، یا بعضی وقتا با باقی موندن طولانی مدت از این سلول ها ممکنه بعضی از سرطان ها ایجاد بشن. ولی همه اینها نهایتاً بستگی به این داره که تحقیقات بعدی حالا در مورد این پدیده چی بگه. دانشگاه‌های خیلی بزرگ مثل هاروارد، استنفورد مقاله‌های خیلی زیادی رو منتشر کردن. ولی خب واقعاً بعضی از این سوالات بی جوابه که آیا سلول‌ها صرفاً بازماندگان خاموش هستند یا واقعاً میتونن توی احساسات، تصمیم گیری یا حتی خاطراتمون مؤثر باشن. شاید در آینده تحقیقات علمی ثابت کنه چیزی که از مادرامون درون ما زنده است یه چیزی بیشتر از ژن‌ها، فراتر از ژن‌هاست و گاهی ما رو تو مسیرایی میبره که خودمونم واقعا دلیلش رو نمیدونیم. دوستان فکر کردم خالی از لطف نباشه که براتون یه کمی هم از داستان‌ها و افسانه‌ها که میتونیم حالا اونها رو به نوعی ربط بدیم به این پدیده یه کمی صحبت کنیم. تو بعضی داستان‌های خاورمیانه اومده که پیوند مادر و فرزند با یک رشته نورانی توصیف میشه که هرگز شکسته نمیشه و گفته شده که این رشته طوری ساخته شده که در تمام عمر مادر و فرزند رو به هم متصل نگه می‌داره. و یا تو افسانه‌های هندوستان داستانی به نام دریاچه حیات هست که قصه مادری رو نقل میکنه که جونش رو فدا میکنه تا فرزندش بتونه از دریاچه حیات آب بخوره و همیشه سالم بمونه و بهش آسیبی نرسه. ولی چیزی که بعداً فرزند متوجه میشه اینه که دریاچه حیات تجسم روح مادرش بوده که به فرزند منتقل شده و چیزی جز این نبوده. حتی تو فرهنگ ژاپنی افسانه‌ای هست به نام تاماشی که میگه روح مادرها تو بدن بچه‌هاشون زندگی میکنن و همه این داستان‌ها، افسانه‌ها به یک موضوع مشترک دارن اشاره میکنن. حالا اگه بخوایم به آزمایشگاه‌های زیستشناسی و ژنتیک برگردیم که روی این پدیده دارن تحقیقات میکنن، شواهد زیادی رو میبینیم که نشون میده این پدیده واقعاً وجود داره. مثلا تو سال 2012 وقتی محققین داشتن روی قلب آسیب دیده موشای آزمایشگاهی مطالعه می‌کردن، متوجه شدن که سلولای بنیادی مادر اون موشها روی قلب اونا مستقر شده و داره بازسازی میکنه و به ترمیم قلب آسیب دیده اونا داره کمک میکنه. از این داستانا خیلی زیاده و حتما توی توضیحات پادکست براتون این داستانها رو خواهیم گذاشت. حالا که صحبت به اینجا رسید، بد نیست یک کمی هم در مورد پیوند اعضا و انتقال خون براتون صحبت کنم و داستانایی که گیرنده های عضو بعد از پیوند تعریف کردن. دیده شده بعضی از اونایی که عضو جدید دریافت میکنن انگار شخصیت، طرز فکر و رفتارهای اون اهدا کننده هم به دست میارن و عملاً وقتی پیوند عضو انجام میشه انگار گیرنده فقط اون عضو رو دریافت نکرده و یه چیزای مهم دیگه هم به بدنش منتقل شده. از نظر آماری که اومدن بررسی کردن دیدن بالای 90% از گیرنده های عضو
خصوصا اونایی که پیوندهای بزرگ داشتن مثل قلب یا کبد و کلیه که خب تعداد زیادی از سلولهای اهدا کننده وارد بدنشون شده، این تغییرات رو محسوس گزارش میکنن. خوبه اینجا به یه مقاله اشاره کنیم که اسمش برای خود منم واقعا جالب بود. اهدای زندگی، اهدای روح. این مقاله اومده روی تغییرات شخصیتی افراد بعد از پیوند، مثل تغییرایی که کلاً تو اولویت‌های زندگیشون به وجود اومده بحث میکنه. مثلا علایقشون به هنر، ورزش، موسیقی، حتی شغلشون. یا اکثراً میگن خاطرات جدیدی به ذهنشون میرسه. یکی از این داستانا به پیوند قلب یه پلیس 34 ساله برمیگرده که با شلیک یک گلوله تو صورتش کشته شده و اومدن قلب اون رو به یه استاد دانشگاه 56 ساله اهدا کردن. یه چند هفته بعد از این پیوند این آقا شروع به دیدن خوابایی کرده که توی اون میدیده یه جرقه نوری جلوی صورتش میاد و صورتش واقعا داغ میشه، انگار که داره صورتش میسوزه، در صورتی که طبق قوانین اهدای عضو اصلاً نمیدونسته که این قلب متعلق به کی بوده و یا به چه علتی اصلاً فوت شده. بعد نیست یه کمی هم در مورد انتقال خون براتون صحبت کنم. توی انتقال خون با اینکه ما میدونیم سلولای خونی عمرشون کلاً کوتاهه و ممکنه یه مدت محدودی رو در بدن گیرنده باقی بمونن، ولی باز ما میبینیم گزارش‌های زیادی در مورد این تغییرات خلقی و خاطرات شده. مثلا یه فردی رویاهای جدیدی میدیده و بعد که تحقیق کردن دیدن واقعا این خاطرات تو زندگی واقعی اون اهدا کننده خون اتفاق افتاده بوده. البته اینا همه داستانای واقعی هستن که شاید شنیدنش ما رو به یاد فیلم‌های تخیلی بندازه، ولی خب میبینیم از همه جای دنیا این داستان‌ها گزارش شدن. البته باید بگم با این سرعتی که علم ژنتیک و روش‌های آزمایشگاهی دارن پیشرفت میکنن، راه تحقیق و مطالعه روی این تیپ پدیده‌ها خب بازتر میشه روز به روز و یه ایده‌ای رو جدیداً مطرح میکنن که خون و سلولای مادر مثل یه دفترچه خاطرات میمونن. البته نه از جنس کاغذ، از نوع بیولوژیکیش. و خیلی از این داستان‌هایی که شاید براتون تعریف کردیم بعداً بتونن جنبه علمی پیدا کنن و با علم ثابت بشن. نهایتاً میخوام بگم که بدن ما درست مثل داستان‌هامون پر از رمز و رازه و هر چقدر بهتر بتونیم اونها رو درک کنیم، کشف کنیم، پیوند عمیق‌تری با خودمون، خانواده‌مون و تاریخمون رو احساس می‌کنیم. امیدوارم این پادکست تونسته باشه کمی از این رمز و رازهای شگفت‌انگیز رو براتون روشن کنه. اگه سوالی دارین یا میخواین بیشتر در مورد این موضوع بدونین، خوشحال میشیم در بخش نظرات با ما در ارتباط باشین. و اگه این پادکست برای شما جالب و آموزنده بوده، خوب اونو با دوستاتون، عزیزانتون و یا اونایی که فکر میکنین داستانای علمی تخیلی دوست دارن به اشتراک بذارید. این کار شما ما رو واقعا دلگرم میکنه که بتونیم داستانهای بهتر، محتواهای بیشتر براتون تهیه کنیم و بخوایم با نسل جوونمون ارتباط بهتری برقرار کنیم. این اپیزود دوم مادر سبز بود که شنیدید. این قسمت رو من، لاله عظیم شقاقی، با همراه همیشگیم سحر میلانی دخترم تهیه کردیم
و مرضیه فرجام عزیز که برای ضبط و تدوین این پادکست در کنار ما بودن. از شماهایی که با ما همدلین ممنونیم. ما خوب میدونیم مخاطب ما جوانایی هستن که میخوان یکی از بزرگترین تصمیمای زندگیشونو بگیرن و ما اینجاییم تا شما رو برای روبرو شدن با ناشناخته هاتون توی این سفر همراهی کنیم. چون بعضی تصمیمای ما کوچیک و مقطعی هستن. مثلا وقتی شما یه وسیله رو میخرین و بعد میبینین به دردتون نمیخوره، اون رو به راحتی میتونین کنار بذارین یا حتی بفروشین. اما من فکر میکنم والد شدن یا بچه دار شدن یه بازی بی نهایته و حتی کسایی که فرزنداشون رو به هر دلیلی ترک میکنن یا رها میکنن، نقششون برای والد بودن تا آخر عمر باقی میمونه. ما اینجاییم که شما این بازی رو آگاهانه شروع کنید. همراهتون هستیم.